به به سلام خان و خون. سلام سلطون عزیزم. دون دون دون. به به چجور میرقصی؟ با یک برقص. بیا دستم بگیری بکن دماغه. دقیقه بشین اینجوری بشین. نه اونوری دیگه من نگاه. چیکار میخوای بکنی از پشت سر بام؟ حالا دیگه بچه دارم. ولش کن آواز. خب بذار بریم یه هلپ بزنم من یادم بیاد. آها موز بریم آقا آماده دیگه. برو بریم بتازی ها. برو بریم سلطان. به دستو بکشم حال بدم به عصب. باش. سلطان من زورم میاد تو این بازی ما هیچ اتکی نمیتونیم، فقط این یوبسا باید فرار با آقا فقط باید فرار کنید بعدیش همینه. خب بلدی دیگه. آره نری پایین. نری پایین. نه میخواستم خوب شد گفتی وگرنه میخواستم الان بیا اون موقع نباید اون موقع ممردی. آها ساعت 8:02 تایم هم داریم یا نه؟ بدون تایمه. آره. الان تایمو داری ولی بدید داخل تایمو نداری. فقط شیفت خیلی مهمه تو این بازی خان. خب بعد نفسم کجای اونی که زیر بدنمه دیگه؟ بدنت دیگه. آفرین. و 4 تا جای خالی هم بیشتر تو دستت نداری، حواست باشه. تمام. و اینا هم سنگینت میکنه. این بازی خیلی جالبه. یه بای من دارم تو اتاق خودم حس رفت داخل. روزیدی تو خودت. باش. چطور نور نداریم خان؟ چون پول نداریم فعلا دیگه. بدبخت بیچاره ایم. 2000 ارزش نداره کارم نه؟ اوه آماده ای شما؟ من کاملا آمادم. کاملا. حالا من از کجا باید بدونم که این جنسی که میخوام ارزش داره؟ کلیک راست میکنی بهت قیمت میده دیگه. خیلی ارزش داره. یه آره دیگه. نوشته وارنینگ چی نوشته؟ برای چی نوشته؟ من یه دستکاری کردم تو برق لاخ برق رو دربرد. آفرین. آقا اینجای دستمو شما در وسط رفت. اوش بوم یا این من رفتم خبر خاصی نبود. چی؟ والله راست زدی همونجا رو؟ نمیدونم خالی هست. هیچ چیز پس بذار من دستم خالی کنم. دستم دو تا رونه چیزه. میذارم پشت در بعد آخر تو راست تو رفتی دیگه. چی چپ رفتی؟ آقا راست برو. راست خیلی بزرگ. چپ برو. بوم نشی فقط خان. رومین نری حواست باشه. اینطوری بنادم کاله داری رو دست. آره دیگه همونم تو داری دیگه. منم دارم؟ آره دیگه بو بنادم اینجا مثلا فضای ها؟ ایو این همه راه رفتیم این بردار اومده. بیا کدوم دوزاری داخل فضا اومده دیوار درست کرده؟ ببخشید دیگه. منم مثل میگم. نه دیگه ببخشید دیگه. فدات بشه. حرفون بزنی باید جمعش کنی. باش. این سلاخا محسن چی سلطان هم دیگه راه دارن که. بیا کجایی؟ نمیدونم. بیا مستقیم بیا. برو اون قرمزه. فکر ریدن برام اونجا به نازم خان رو مین من میخوام بفرستی. ولی خب پشتش جایزه داشتی دیگه. باه جایزه داشت. بابا این خیلی بدجور میگیره. من اصلا در اوه شیت. من یک چیزم پیدا کردم. شما چی پیدا کردی؟ هیچ. یه آیتم بوشو. خب با من چیکار کنم؟ من برای چی نمیبینم آخه. بابا برای تپ بزنی دیگه. تپ میاد اون کلیک راست میاد. خب یه پله دادم. من پله رو برم بالا. برو. مثلا سلطان چجوری سرعت آروم راه میره اینجا؟ سرعت آروم با میره؟ مثلا سلاپامو نخوام بگیر. کنترل مشینه اونجوری که مشینه دیگه. خب دیگه درو یه جوری باز میکنه که اگر نخوایم دیگه کل الان باید به کمک بدی ها.
من یه جای آمدم که خودم نمیدانم کدام. پشه فکر کنم گردنم نشید. حواست باشه فقط حیله مقیله هم داره اون تو. آخ یه مقدار زود گفتی گاز خدمتم. مازت بود. حالا خواهم یه مقدار زود گفتی و من فکر کنم الان اصلا نمیدونم کجات به سر میبرم من یا ابوالفضل. بهترین واقعا شدم. من یه جورایی الان من کشتی اینقدر سنگینم راه نمیرم. شما گم شدی دیگه. من کاملا گم شدم و کاملا بذار الان راهنماییت میکنم. کاش چراغ قوه یه چیزی یه باید بخری اینا رو بابا خان. پول مول نداریم فعلا. خب محسن جان کاش اونا ریلیز نمی کردی. الان فکر کنم صدا اول دارم مشنوم تو بازی. ربطی داره به ریلیز کردن من؟ تو اونا رو که انداختی اینا دیگه وحشی تر میشن که ما آیتم بعدی رو نچوغیم دیگه. باو ربطی نداره. شما بچو اگه چیزی اونجا باشه میاد مچوغت. ای بابا به اسید یا حال میده. بابا چقدر کم چیز کم اصلا نمیدونم هی دارم مچرخم دور خودم. الان میام راهنمایی میکنم. مثلا تو من کشتی میگم کجایی بهت میگم کجا باید بیاد. انگار اینجا فقط تو در تو شده هم سیاسفید میگیره. انگار ببخشید بالا نسبت ریدن برام هی میام اینجا. والا بنازم بذار الان راهنمایی میکنم. ببین من 20 قدمی کشتی هم سفینه. شد 10 قدمی. مثلا یه چی داره با صدای تبر انگار. من گاز شدم نمیدونم چرا مردم. چی شد نمیدونم اصلا ندیدم چی من چوغه مردی. یعنی چی مردی؟ گوز شدی. چوغیده شدم خان. ما که رفتیم وین شد. آره این ران وین شد. دمت گرم بابا. رانده دیگه بالاخره 3 رانده. واقعا تو خدای چوغش یا چی آشغال جمع کن بزرگ ناکن. یه آرمچر چوغیدی یه دونه لامپ چوغیدی. اون یکی دیگه چیه؟ بنازم آشغال جمع کنیه. بنازم خان. این کلید هم پیدا کردم. حالا این کلید بعدم به درد می‌خوره. اصلا منو باید باز کنیم فکر کنم. باش حال بدم بس. چی میخوای شما اول بگو. من فقط نور بده خان. چراغ قوه جلوم ببینم حداقل. تفنگ مگه میشه که غولار باش بترکانی تفنگ دیگه فورونش نمیشه خرید. باش نیست واقعا. 48 تا پول داریم. خانم خود من میفرستادن با قرآن توف که میکردم بهشن قبل از اینکه منو بکشه. توفم نمیکنیم. لا اله الا الله. فکر کن از زمین هزینه کنی میلیارد سفینه بسازی پاشی بیای تو آسمان که لاک و اشغال آهن بدزدی بیاری. چی مسخره بازی. نزن یه حرفا بابا. من نمیدانم آخر خواهن بیا تیکا همین سفینه رو بچوغیم بدازیم اینجا به خودشم بفروشیم. نه دیگه بابا نمیخوایی که اینجوری. خب کلیدو بذار. نه بلش کن کلیدو. صرف کنم بگه چراغ قوه بدم بعد کنه باشه. آره حتما چراغ قوه رو بگه که بدون چراغ واقعا نمیتونم. بالم بیا. چی شده؟ اون پشه رو میبینی؟ زنبورن یا پشن؟ آره همون زنبور. آخ جان ببین بتونیم کندوشون رو بدزدیم خیلی میارزه. همینو میریم خونه. نه اونجوری نه. چجوریه؟ ببین تو حواس رو پرت میکنی. آره دنبالش من کندو بم دارم میرم. خب من رو بچوغن چه؟ دیگه اینو با هردوشون بود. جایزه اومد. بیا اینجا. بنازم بده بیار رد برام ها. خب یه چرا قوبه دست دارم. آماده اینو بریم؟ آره نه سب کن. خب الان باید چیکار کنم اینو پرواز کنم؟ یه ذره بری سمتشون اینا بلند میشن. خب آره اگه بلند نشن کندوها رو بردار بعد سریع بندازش باشه. بعد اینجا
کجا برم اونجا محوطه چیزی و درش بخوام از ببندم. سمت سفینه دور شو فقط. هر جا میری سمت سفینه نباش. حله؟ تمام. بلندش کن. من از بر جرقه زد. باید بلندش کن. حالا با بنداز. چجوری بندازم؟ این دیگه. آخ دنبالتم خدا رو شکر. منو زد. تو برو تو کشتی. منو زد. منو نیستم. تو برو تو کشتی. فوت کردی؟ آره. آه! برو تو کشتی. میگه جیه دراب خان اشتباه کردی به من گفتی کاش. خب نه الان برگرد کشتی دیگه. باید کشتی نمیدونم کجاه. سمت چپ تو برو. چپ. اونجا نرو. چپ برو. آها. همین مستقیم برو. خیلی بد کیفیت راست کلیک میگیره. بکنی بهت نشون میده. آها شب. آه. هام بیس. حال هام میکنم بیس. با هام بیس. برو رو سنگه بپر بالا. نه دیگه از نردمون نمیره از سنگ باید بپری. آها بنداز تو. حالا برو اون چرخانه که وسط رو بکش. بچه تمام چوقیدی. حال آره در عوض مردن من حال داری به عرصه شاه. باش. الان تو آمدی؟ چی؟ زنده میشم دیگه الان میام. بوف. خب کاش میداشت برم یه چی دیگه. ای بابا پشم منو چوقیدن سر صورت منه. گرید دی. خب ریدم که خان. مهم نیست پولشو در بردیم دیگه نکن. 45 تا چقدر میخواد؟ 160 130 تا 15 تا هم اضافه است. بابا میز کندو. با همین کندوی. به بریم یه روز دیگه هم وقت داریم. حال میده اینا. من خودم نخبه اما تو این بال. خدا کنه آب جمع نشه. آب چی نشه؟ آب جمع نشه. آها فکرم آخرشو خیلی گفتی خان. نه که دوی جمع میشه. بیا سریع بریم یه لوت برداریم. بدو دنبال صدای منم بدو. مدافعم پشه. کلی گاز کن. تو نشان میده بهت که چه؟ مین اینترنس رو نشون آره برو توش. اینا که سوزاک گرفتن مدافع. ببینم میتونی چیزی پیدا کنی یا نه این دفعه. من بازی چیزی پیدا کردم. من چارپای پیدا کردم ولی بر نمیداره. نمیدونم چرا. یه برداشتنی برم دیدم زیرش. پس اینجا هیچی نیست. من نمیدونم قطعی میشه ما میایم. من یه چی پیدا کردم حال دادم به اصل. چطور به اصل من؟ به حال میدادی به اصل تو حال دادی حال میدادی. راست رفتی و چپ رفتی؟ راست من اون طرف برن روبرو رفتم چون روبرو رفتی پس رفتم. همیشه راست و چپ اول بود. خب بیا اینجا خواهم بوق پیدا کردم. بیا اینجا بردار بوقو بردار. یه شیشه نوشابه با بوق کدوم بردارم؟ همشو بردار 4 تا جا داری. نمیشه باید برم اینجا بذارم بعد یکی دیگه رو بردارم. نه آقا خب ببین اول اون رو بردار دستای دیگه جابجا کن دستاتو دیگه. خب چیز خان اون یکی که اصلا خدا خیرت بده اون یکی که چرا قوه باشه آقا بدا پش قوی باز میکنه در رو خیلی انگار که اینجا ریدن براش. به نظر من کافیه. نظر تو چیه؟ من که میگم بریم دیگه. آره چون الان آبم بالا میاد به چخ میبریم. سگ و صدای اومد. منو هلپ بده خان که من نمیدونم کجا آمدم. من دنبال تو چرا قوه داری دیگه پیدا کن راهو. چرا قوه دارم من یه مقدار مخم نمیکشه. عادت گم میشم سری. دلم میخواد الان بزن مانیتور رو بیارم پایین فدات بشه.
جدی دارم عرض میکنم. من اینجا کلی چیز دیگه پیدا کردم. یا ابوالفضل هی خدایا یه عقلی ما میدادی راه رو گم من نمیکردم. پیدا کردم رو. آی وای که منم میخوام بابا این خاموش شد چرا قوه. کارش تموم شد دیگه. ای بو شارژ دیگه نمیشه. ببینم کجاست. بوق بزن. بزن. بزن بزن بیا همین مستقیم جلو. چه گرگی هستی اما مسترمن. فدات بشم. خیلی حافظه داری یا راه رو گم نمیکنی. دمت گرم خدایی. خیلی حافظه دارم. بوق بزن. ای بالاخره الان همین راه تانستی برگردی دیگه. به نظرم آتاری دستی گیر آورده اون مسترمن. برو دیگه چی فقط. خب حالا آوا رو ببینی؟ من چجوری الان یک دیگه میخوام بردارم نمیتونم بردارم. دست جا نمیشه. نه که اینجوری هندی پر میشه دیگه نمیتونی برداری. و تو بردار. منم نمیتونم. منم اصلا پره. آتاری دستی رو از کجا پیدا کردی تو؟ همون جایی که داشتیم میرفتیم بود. به نظرم شش نوشابه میخوام بکنیم تو اصل نمیای اینا را. بهترین شش نوشابه. باش این بره. من تو این مه اصلا خودمو به زور پیر شدم بابا. پیر شدم. هش خدای جنگ وقتی خدای جنگ بود که بیا من شنا بلد نیستم ها. بیا در ببند. برو کله من آره کله تو رو گرفته بود. آره کله من گرفته فکر کنم ها. نه کله من نه رو کله تو نیست. کله تو رو ول کردم. من در بستم سکتری زده شد انگار. رفتی. خب الان باید بریم کامپنی. فکر کنم که پولش در شد ها. آره با یه شیشه نوشابم Save to meet profit. چی داره میگه؟ الان باید بریم کمپانی. Report to the company building immediately to sell your scrap metal. احتمالاً خروس. You have صدا خروس میاد. آره دیگه بابا. بالاخره اینم از فضا آوردم دیگه. این با تایم فضا هم بخوانه. خب این نجات پیدا کردیم. اه؟ آره دیگه. جان بریم خانه زندگی ما یا نه؟ بریم بفروشیم. هرچی هست بردار. اول کوچیکا رو بردار دست پوشه بعد بزرگ بردار. بله. بذارم بنازم پایین تو بردار ها. راه نمیرم اصلا. بیا خان بیانداز. آخ یه جوری کندور دستش میگه دل بخوام جا بگازیش. تمام شد اینا بود. کلیدم بیارم نمیخواد. هر چی هست بیا. این چرا قوتم بزن تو شارژ. اون کجا بدم تو شارژ باز؟ حالا به داد بیدم. دیدید کو؟ دیدم. چارج شد. آره دیگه بعد خاموشش کن. خب توتال 340. خب بیا اینجا. یک کلید برد یک کلیدو. بیا اینو انقدر زنگ بزن تا بیاد یورو. میخوای اجدا بیاد دولمو بچوغه؟ کارت داره باو. الان میاد مچوغته. بابا کارت داره. میدانم.
آره تو که اینو یاد گرفتی بازی کردی؟ قول صدا کردی ها؟ آیتم هم میتونیم بخریم ها. تفنگ بخر خان، من تر بزنم اینا رو. بابا تر نره تو بازی. این چیه محسن دستم؟ این چیه؟ بیا این دستم من بیا. نریم بالا این است. بدم برو بفروشی برو. نه آقا قول میاد. بابا برو بفروش. چی بخریم؟ برو خوش بیاد. آها چرا نبرد دو بوق ماره؟ الان مت برمیده برداشت. دیگه چی بخریم؟ چی داره که اصلا بخریم خان؟ قشنگ بگو من ببینم چیا داره؟ بلت بگی داره. چی بگ؟ یعنی جامون زیاد میشه؟ بلت بگ نمیدونم. تو بخر تو خوب حمل میکنی خان. که مثل الحمار. بیا اومد. به این چیه؟ باتریه؟ او ضبط موزیک. خان این چیه این زر؟ اینجا هم یه بخش دیگه از بازی میدونه ما نمیدیم، من چون بلد نیستم. آها حالا چیکار کنیم؟ ادامهش 20 دقیقه از ویدیو چیزی بخوای ادامهش دیگه. بذار آیتم هم بیاد بعد ببندیم دیگه. تمام. بذار آیتم این واسه راه پیدا کردن خوبه خان. راهمون رو پیدا کنیم. راجعی؟ کاملا. چقدر جا داره. اشمام نگاه کن. داداش حالا اون مثال میگم خدمتت، تو الان اون چرخ دنده ستونی رو تو کجای میخوای جا کنی تو؟ اونو نمیتونی باش چیزای کوچیک بوق مثلا کجا بوق خودش دو برابر اینه. الان چیز داری؟ یه دقیقه چاقوبتو بده. این قبول دارم اینجا میشه. بنازم کف کمریه. به نمیشه اصلا چیزی رو توش. عجیب کردی که الان توشه دیگه. الان توشه دست چرا قوه نیست تو اونه. خب درد اینا دستم اینجاست. خب الان بذار بره پایین. الان تو دستت نیست تو اونه. وقتی میخوای در بیاری از تو اون در میاریش. من باز میتونم اونجا آیتم دیگه بذارم. آره الان چرا قوه نیست. فکر نکن آخه تو این خالیه. آره نمیدونم دیگه برام. اونو بده. نه بابا نمیشه. خیلی نمیدونم چه جوریه. تمام. آقا دمتون گرم که میون همون که حتما دیگه لایک کنین کامنت بذارین برام. داخل دیسکریپشن لینک چنل من و خان هست. فدات بشم. من جوین بدین از اخبار ویدیو هم با خبر بشین. خیلی دوستتون داریم. خودتون باشین. به ویدیو دیگه. خدافظ. خدا نگهدار.